پسر جوان گفت که آقای کاجی من یه مطلب داغ بگم. گفت این خانومی که اینجا نشسته همسر منم پسر شهید مدافع حرمم. 1 ماه پیش با این خانم آشنا شدیم تو دانشگاه، رفتم خواستگاریش خونهشون، باباشم پاسدار جانباز بازنشسته. رفتیم صحبت کنیم، گفت بابات کجاست؟ تا گفت بابات کجاست انگارن یه حس غریبی بهم دست داد. گفتم ببخشید بابام تو سوریه شهید شده. گفت صحبتاتون بکنید با دخترم، اگه به تفاهم رسید آزمایشم خوب بود شب جمعه بیایید. میگه انقدر استرس گرفتم عکس بابام سینه دیوار خونه زدم زیر گریه. گفتم بابا مرد حسابی، لااقل برای یه دونه پسرت زن میگرفتی میرفتی شهید میشدی. میگفت همینطور گریه میکردم نفهمیدم اصلا چه اتفاقی افتاد. یه دفعه دیدم بابام داره میاد، تا بغلش کردم بوسیدم. بابا فردا شب خواستگاری فران گفت بابا همه چیزو میدونم. به جان بابا اصلا نگران نباش. این که رفیقای من گفتن شهدا حاضرن ناظرن، درست گفتن، ما شهدا حاضریم ناظریم. به جان بابا فردا شب یه کاری میکنم مراسمت انقدر با شکوه بشه، اونا 60-70 تا مهمون دارن، تو با مادر داری میری برو، ولی یه کاری میکنم تا آخر عمر زبان زده تمام طایفه بشه. فردا شب یکی از رفیقام میاد تو مراسم، خودش در خصوص مهریه صحبت میکنه، شیرباز صحبت میکنه، خودش مدیریت مراسم میکنه. میگه همینطور حرفام زد از خواب بیدار شدم ساعت 3 نصف شب، یه خودکار برداشتم برق روشن کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، ساعت 3 نصف شب بابامو خواب دیدم. بابام گفت ما شهدا حاضریم ناظریم، فردا شب یه کاری میکنم مراسمت انقدر با شکوه بشه زبان زده تمام طایفه خانومت بشه. گذاشتم توی پاکت چسب زدم، رفتیم مراسم. دیدم الله اکبر، اما خاله‌ها دایی‌ها همه نشستن. یه دفعه میگفت موبایل مادرم زنگ خورد، گوشی رو برداشت، گفت ببخشید شما الان تو این خیابونید؟ بله. پای این مجتمع هستید؟ بله. میگفت منم نمیدونستم که. مادرم رو کرد گفت ببخشید یه نفرم از طرف ما داره میاد تو مراسم. حالا کیه که من دومادم خبر ندارم. میگفت لحظاتی گذشت من منتظر داشتم به در نگاه میکردم، یه دفعه در آپارتمان باز شد، حاج قاسم سلیمانی دیدم عروس داره گریه میکنه، مادر عروس داره اسفند میاره. اصلا جلسه تو فضای صلوات و عطر و اصلا اسفند و یک فضای عجیبی شده بود. میگفت یه جو 20 دقیقه طول کشید، اشک و گریه و صلوات و عکس سلفی و همه اینا تموم شد. یه دفعه حاج قاسم گفت که دخترم مهریه چه؟ یه دفعه گفتم مادر اون نامه رو بده. نامه رو دادم به حاج قاسم، اومد بذار توش، گفتم بخون. گفت الان باید حتما بخونم. گفتم باره. میگفت چسب نامه رو کم شروع کرد خوندن. الان ساعت 3 نصف شب بابامو خواب دیدم. بابام گفت ما شهدا حاضریم ناظریم، ما شهدا هواتونو داریم، ما شهدا حاجت میدیم. بابا فردا شب یکی از رفیقام میفرستم میاد تو مراسم. میگفت حاج قاسم سلیمانی هم تو نامه رو میخوند و اشک میریخت.